بخاری تدریس بکن، خب من شروح بخاری را از تو میگیرم، باز بخاری را تدریس بکن. من عینی را از تو میگیرم که شرح بخاری است، من فتح الباری را از تو میگیرم که شرح بخاری است، من فیض الباری از تو میگیرم که شرح بخاری. و شروعی کل صاحبای مذهب نوشته کردن. شروع بخاری کی نوشته کردن؟ اهل مذهب نوشته کردن. بعد از بازم در تو میمانم حدیثه، تو بیا نرش بخوان، والله که بوی ببری، والله که دهنت خلاص کرده بودم. من تو را میگیرم قرآن و سنت همه رو در دستت میتم و برات میگم کتاب الطلاق بخوان، از قرآن و حدیث بخوان، با جوابای مردم رو بده. والله که یک دقیقه گپ زده بودم. بسیار ظالمانه گپ است، بسیار غیر علمی است. تراث قطع نکنین و تراث احترام بگذارین، ارزش برش قائل شوین، ولی قضایا را علمی کنین. دقیق شده؟ قضایا را علمی کنین. عصمت تنها از کیست؟ از رسول ما صلی الله علیه و سلم. از رسول الله که پایین شدی هر کس اشتباه داره، ولی مردهای قوی اشتباهاتشون حساب میشه، 1 2 3 4 5 اشتباهشان حساب میشه. از مردمای مسلمان ولی خوبی هایش حساب میشه. نفهمیدید؟ 1 2 3 4 5 خوبی کرد. پس کسی که مؤاخذاتش حساب میشه با کسی که خوبی هایش حساب میشه، چه فرق است؟ چه فرق است؟ بس درست را احترام بگذارین. مذهب اگر از ذهبه بگیری به معنای راه هست که تو باید سرش بری، ماچش نکو، به مطلب خود را برسان. اگر از ذهب بگیری به معنای شی را ملمح کردن، زیبا کردن، اصطلاحاً مجموعه از اقوال و نظریات مجتهدین کرام است که از دین آسان تعبیر کردن تا دین آسان تطبیق شود. دین چی است؟ کتاب الله و سنت رسول الله. قال الله قال رسول گفته شد چپ شد، غیر قال الله قال رسول بر چیزی گفته شد تحلیلش کن، چرا برش بگو. امام ابو حنیفه از کجا گفت؟ به حقت است باید بگویی. امام مالک چرا گفت؟ باید حقت است باید بگویی بفهمی. این حق است، این حق نداره کسی از مال کسی را بگیره که من استدلال کردم ندارم، ولی تو راز قطع نکن، نتاز. من ابو حنیفه هم یک ملاست، من یک ملاست. استغفر الله. ابو حنیفه 17 حدیث یاد داشت. سبحان الله، چقدر ظلم است.